کجا این سرانجام بدبخشی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت سوم از کتاب سراج التواریخ اثر ملا فیض محمد کاتب، جلد اول، طبع دارالسلطنه کابل، صفحه 24. اعلی حضرت احمد شاه از شنیدن این خبر در غضب شده، با آن که نهر جمن پایاب نشده بود به تأیید حضرت وحید لشکر را امر در آب زدن فرموده، در روز 18 ربیع الاول سنه مزبوره دلیران افاغنه از معبر باکپت واقع قرب شاه جهان آباد است به آب زده، بعضی پایاب و برخی به شنا عبور کردند و پاره را که زمان اجل رسیده بود غرق و هلاک شدند و خود اعلی حضرت احمد شاه نیز اسب به دریا زده بگذشت و بادو را از عبور شاه و لشکر دورانی چشم عقل خیره گشت و با 40,000 سواری که همراهی او از گنجپوره عزم سرهند داشت، راه سرهند را از سبب لشکر اسلام مسدود دیده جانب پانیپت رو آورد و 2 منزل قطع کرده وارد آنجا شده دانست که در میدان نمیتوان هماورد دورانیان گشت. پس با 40,000 سوار و توپخانه آتشباری که با خود داشت ناچار گردیده در میدان جانب شمالی پانیپت سنگری از توپخانه به دور خود استوار کرده مستعد و آماده پیکار نشست. اعلی حضرت احمد شاه در روز 21 ماه ربیع الاول در مقابل سنگری او فروکش کرده جانبین به محاربه گراییدند و یومیه یکدیگر را به ضرب توپ و تفنگ زدن و خستن آغاز کردند تا لشکر افاغنه راه آمد و شود علوفه را از 4 جانب تنگ ساختند الا راه عقب سرشان که آلاجات نامی که از مشاهیر زمینداران و مرزبانان سرهند بود و از سمت لاهور بدان راه آذوقه برایشان ارسال می نمود و آن را نیز لشکر افاغنه آگاه گردیده غارت می کردند. 7 روز بدین وتیره بیگاه کرده اعلی حضرت احمد شاه دانست که مرهټیان با وجود تنگی هنگامه از حصاری که به زنجیره توپخانه به دور خود استوار داشته اند بر نمی آیند. پس به روز 28 ماه مذکور حکم یورش داده خود نیز پا در رکاب نهاده سردار جهانخان و شاه پسندخان و نجیب الدوله را پیش روی همه افواج تعیین کرد و از عقب آنان شجاع الدوله را با لشکر و تبعه خودش و احمد خان بنکش و حافظ رحمت خان و دندی خان و فیض الله خان بن علی محمد خان روحیله امر رفتن فرمود و خود با اشرف الوزراء شاه ولی خان به ساقه عسکر جای گزید و چون صفوف سپاه دورانی آراسته گشته بادو نیز قدر راه از سنگر بیرون شتافته چون سد آهنین استوار استاده، در اول ظهر روز 28 ماه ربیع الاول آتش حرب شعله‌ور گشته اسباب قتال به کار افتاد و تا وقت عصر همچنان در بین جانبین زد و خورد پایدار بود که 10,000 تن پیاده روحیله که در زیر رایت نجیب الدوله قرار داشتند به سنگر ریخته، بلندرو خسرزاده بادو که مختار کارش بود به ضرب گلوله تفنگ از پا در آمده راه قرارگاه اصلی خیش پیش گرفت و دلیران روحیله چیره دستی ها نموده آخر الامر که تاریکی شب حایل گردیده امتیازی از خود و بیگانه از میان برداشته شد به جای خود مراجعت نمودند، اگر نه در همان روز کار مرهټه تمام می شد. در خلال احوال مذکوره کوبند پندتنام که از قلعه آتاو با 10,000 سوار و خزانه و علوفه بسیار از جانب دیگر نهر جمنا حمل و نقل داده به شاه دره واقعی محاذی شاه جهان آباد رسیده میخواست که بر سر مرهټه متعلقه نجیب الدوله تاخته غارت نماید و بعد از آن به راه انتربید رو به بالا رفته از گذرگاه واقعی گنجپوره گذشته
به فوج بادو ملحق شود. چنانچه مطابق خواهش خویش از شاه دره حرکت کرده وارد پرگنه جلال آباد واقع 12 کروهی شاه جهان آباد گردیده فرود آمد و قبل از فرود شدن او در آنجا اعلی حضرت احمد شاه از عزم او آگاه گشته عطاکی خان را با پیسر عبدالصمد خان درانی و 5000 سوار به سرکوبی او معین و مأمور فرمود. ایشان از معبر رام و باکپت گذشته بعد 2 روز به شاه دره رسیدند و نایب مناب ناروشنکر را که در آنجا اقامت داشت با همراهانش از دم تیغ گذرانیده بعد از آن از عقب کوبند پندت راه برداشتند. چون وارد غازی الدین نکر واقع 6 کروهی شاه جهان آباد گردیدند و مرحته را که در آنجا بود قتل نموده رو به جانب جلال آباد نهادند و به منزلگاه کوبند پندت که در همان روز رسیده و فرود آمده بود ریخته او را با همراهانش چنانچه بایست به قتل رسانیدند و غنیمت بسیار از نقد و جنس و دواب به دست آورده سر کوبند پندت را بریده با غنایم به حضور اعلی حضرت احمد شاه آورده به خاک پایش انداختند. از این سوی نیز مدت منحصر شدن بادو در سنگر ممتد گشته از وفور فضله آدمی و دواب و عدم پاکیزگی اردوگاه و قحطی علوفه کارش ابتر شد. چنانچه هر روز جمعی از آدم و دواب از تعفن و جوع به مرض هلاک گرفتار می گردیدند تا که از ظهور نتیجه لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا عرصه بر محصورین نهایت تنگ گشت. ناچار به خود اندیشیده قرار دادند که هر آینه بدون مقاتله از گرسنگی در اندرون سنگر خود به خود متلاشی خواهند شد. پس بهتر آن است که دفعتا هجوم آورده بر لشکر اعلی حضرت احمد شاه حمله ور شوند تا شاید داغ کلفت از چهره شاهد مقصود زدوده آید. چون رأی ایشان بدین امر قرار گرفت در روز چهارشنبه 6 جمادی الاخر سنه 1174 افواج خیش را به صلاح حرب آراسته با توپخانه از سنگر برآمده رو به سوی اردوی اعلی حضرت احمد شاه نهادند. مبارزان افغان که چون شیرجیان کمین کرده انتظار صید می کشیدند آنقدر حوصله و درنگ کردند که اهل هنود نخجیراسا پیش آمده به مقدار 2 تیر پرتاب از سنگر خیش دور شدند. آنگاه تکبیر گویان بر ایشان حمله کرده به طرفت العین صفوف اعدا را از هم دریده از سرداران اول وسواس را به خون کشیده بسیار تن از آحاد و افراد اهل هنود را سر از تن بریدند و پس از وی بادو را به مصداق آیه کریمه با او به غضب من الله مفقود العین و الاثر گردانیده همچنین چنکورا و دیگر سرداران را مقتول نمودند. از آن جمله ابراهیم خان کاردی دستگیر و در قفس به زنجیر شده آخر الامر از دم شمشیر گذشت و جنگگاه از خون کشتگان سپاه مرحته گلرنگ گشت و 22,000 نفر برده و کنیزی دکنی نژاد به دست شیرمردان افغان افتاد و غنایم از حد و حصر و عد بیرون از نقود و اجناس و جواهر و توپخانه و 50,000 سر اسب و 2 لک فردگاه و چندین هزار اشتر و 500 زنجیر پیل به تصرف غازیان شجاعت منشان افغان درآمد. بقیت السیف که از لشکر هنود راه گمنامی می پیمودند مردم دهات به قتل و غارت آنها برخاسته اکثر از گریزیان را قتیل و اسیر نمودند و قلیلی به 1000 گونه تعب جان به سلامت بردند و از سرداران شمشیر بهادر برادری علاتی بالاجی رو در عرض راه کشته شده احدی زنده نجست مگر 2-3 تن که یکی از ایشان هولکر بود که به 1000 گونه زحمت راه فرار جانب مالوه پیموده در آنجا در پونه رفته و بالاجی رو نیز در 19 ماه ذوالقعده سنه 1174 غصه مرگ شد. اعلی حضرت احمد شاه بعد حصول این فتح بزرگ از حربگاه که میدان پانیپت بود خرامیده در سواد دهلی رایت ظفر آیت نصب کرد
و حکومت دهلی را به شاهزاده عالی گوهر بن عزیزالدین ملقب به شاه عالم تفویض فرمود. چون او در بنگاله بود، میرزا جوانبخت پسرش را به نیابت پدرش سربلند ساخت و وزارت را به شجاع الدوله و امارت لشکر را به نجیب الدوله سپرد. و قبل از آن که امر وزارت را به شجاع الدوله محول فرماید، میخواست که او را با خود در قندهار بیاورد، ولیکن به التماس مردم آنجا با خود برنداشته به وزارتش گماشت و خود رایت مراجعت افراشته پس از ورود در لاهور زینخان مهمند را به حکومت آنجا گذاشته از راه کابل با شوکت و تجمل وارد قندهار شد. بنیاد نهادن اعلی حضرت احمد شاه شهر قندهار را. پس از نزول اجلال از آنجا که اعلی حضرت احمد شاه را این امر دامنگیر خیال بود که هوای شهر نادرآباد از سبب تقربش به چمن و نیزار ردی و مخل صحت است، خراب فرموده در جایی با فضای خوش آب و هوایی به نام خویش شهری احداث نماید. لذا اولا نهر عریض و عمیقی در ساحل غربی رود ارغنداب حفر نموده جانب دشت کشیدن فرمود که تعمیر شهر نماید. از این معنا طایفه علیکوزایی که مالک آن اراضی بودند مانع آمدند و این امر باعث فسخ عزیمت وی گردیده فعلا دست از کار کشید تا که بعد از چند والده ماجده اش به جوار رحمت حق پیوسته در آنجا دفنش فرموده موسوم به روضه اش نمود و همچنین تصمیم عزم کرد که در حدود غربی قریه معرو قلعه احداث شهر نماید. طایفه بارکزایی مانع آمدند. اعلی حضرت احمد شاه از حلمی که داشت هر دو طایفه را رد و بدی نفرموده تا که طایفه ففلزایی را غیرت قرب قومیت دامنگیر ضمیر شده به عز عرض رسانیدند که در هر موضع از املاک ایشان خاطر نشان شاهی گردد بنیاد شهر فرمایند، مضایقه نخواهد بود. و اعلی حضرت احمد شاه از این استدعای آنها شکفته خاطر گردیده در جایی که حالا شهر موجود است موازی 12 قلبوار زمین که از روی تخمین معادل 600 جریب باشد مهندسی فرموده اساس شهر نهاد و در شهور سال 1174 دست به کار برده بر عهده همت تمام طوایف درانی چنان نهاده قرار داد که به قرار تقسیم برادرانه هر قبیله سکه و کوچه‌ای به نام خود عمارت نماید و باره و بروجش را به صنعت استادان کار که از ایران و هند در آن دیار فراهم آورده بود به متانت و حصانت شایان برافراشت و در وسط شهر که محل و مرکز اسواق است گنبد بزرگ و بقعه سترگ بنیاد کرد و پس از اتمام باره و بروج و کندن خندق همه علما و مشایخ و سادات و فقرا و ایتام را صلای عام در داده دعوت طعام فرمود. بعد از بذل انعام و صرف طعام همگنان به دعای اختتام پرداخته از قادر لاینام به ذریعه تلاوت این کلام التماس خیر برای سکنه این شهر نمودند. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. و شهر اعلی حضرت احمد شاهیش نام نهادند و هم در سالی که شهر اعلی حضرت احمد شاهی بنیاد شد شاهزاده تیمور از حضور پدرش اعلی حضرت احمد شاه به حکومت هرات مأمور گشته در آنجا رفت و تا که والد ماجدش نقد حیات سپرد به ایالت هرات قیام داشت و حالات بعد از آنش در موقع آن مرقوم شده می آید ان شاء الله. ذکر توجه اعلی حضرت احمد شاه دفعه هفتم به جانب پنجاب و هند. چون اعلی حضرت احمد شاه به قراری که مذکور شده آمد از هند مراجعت کرد، بر طبق ذکر صاحب خزانه عامره قوم سیکه باشنده پنجاب از راه فتنه‌جویی و مفسده خویی علمی بغاوت افراشته همت به آزار و اذیت مردمی که از کیش ایشان نبودند گماشتند
و نایب الحکومه را که از جانب اعلی حضرت احمد شاه بود به تیغ ستم از مسند حکومت برداشتند و جیساسینگ نامی را از قوم خود پادشاه خوانده لاهور و اطرافش را متصرف شده سکه را به نام وی رایج گردانیدند و دست چور به ایذای انام خصوصا اهل اسلام گشوده ستمی که در قوه داشتند به فعل آوردند و این خبر ثمر گشته به گوش دادنیوش اعلی حضرت احمد شاه رسید. وی از غیرت و حمیت به خود پیچیده با سپاه کینه‌خواه رو بدان سوی آورد و چون وارد لاهور شد شنید که 200,000 سواره و پیاده از گروه سیکh در موضع روحی که محل دشوارگذر و در نواحی سرهند و علاقه متعلقه آلاجات نام مرزبان آن مقام واقع است گرد آمده گردی نبرد بر سر می افشانند. اعلی حضرت احمد شاه از شنیدن این خبر تکیه بر تأیید حی داور کرده مهمیز ستیز بر تکاور عزم زده به 2 روز مسافت 90 کروه در نوردیده نزدیک آن خون گرفتگان اجل رسیدگان رسید و روز 11 ماه رجب سال 1175 هجری محاربه روی داده دلیران افغان پای همت فشرده تقریباً 20,000 تن از قوم سیک را به خاک هلاک انداختند و غنیمت بسیاری به دست آورده رایت نصرت آیت فتح برافراختند. پس از حصول این فتح در روز 7 ماه شعبان سال مذکور یعنی 1175 اعلی حضرت احمد شاه مراجعت کرده داخل لاهور شد و نورالدین خان پسر عم شاه ولی خان را با فوجی از طوایف درانی و مردم قزلباش و خراسانی مأموری کشمیر فرمود تا سکجیون متمرد را که احسان اعلی حضرت احمد شاه نسبت به او از پیش مرقوم شده آمد جزای کار به کنار نهند و خود به نظم و نسق لاهور پرداخته از آن سوی سکجیون از توجه لشکر شاهی به جانب کشمیر آگاه گردیده شعبی جبال و قلل طلال را به مردان کار دیده گرم و سرچشیده استحکام داد و از این سوی درانیان و غیره دلیران افغان از راه ستیز به آنها نزدیک شده آلت حرب از هر دو طرف به کار افتاد تا که اکثر کشمیریان طعمه شمشیر دلیران افغان گشته بقیت السیف رو به هزیمت نهادند و درانیان عنان تعاقب ایشان را از دست نداده داد مردانگی دادند. در خلال قتال و جدال سیکجیون نیز با جمعی که همراه داشت همت بر مدافعت گماشته رایت مقاتلت افراشت و هر نیرویی که در بازویش بود صرف نموده آخر الامر میدان جنگ را خالی گذاشت و راه گریز اختیار کرده عاقبت الامر با اهل و عیالش اسیر و دستگیر شده کشمیر را افاقینه متصرف گشتند و اعلی حضرت احمد شاه به ذریعه منشور حکومت آن را به نورالدین خان که فتحش کرده بود مفوض فرمود. اعلی حضرت احمد شاه بعد از تنظیم و تنسیق لاهور و کشمیر و مضافات آنها رایت مراجعت به جانب قندهار افراشته به فراغ بال رحل استراحت گسترید تا که پس از انقضای 4 سال از عرایض ضباط و عمال ولایات پنجاب به سمعش رسید که سیکهان امرتسر سر از جیب تمرد به در آورده آغاز و بنیاد غارت و تاراج نهاده اند و وزین خان را که در قریه مشهور به کوب از جانب پادشاهی اقامه داشت از زد و کوب آنان عرصه روزگار تنگ گردیده است. اعلی حضرت احمد شاه از شنیدن این خبر تهیه و سامان لشکر فرموده به قرار بیان صاحب تاریخ سلطانی در سال 1179 هجری راه سفر هند و پنجاب برگرفت و بعد از وصول در لاهور و سرزنش سیکهان مزبور تا انباله رفته شجاع الدوله صوبدار لکنهو خود را مریض و نموده حاضر رکاب بوس نشده پیشکش وافر و شایان ارسال خدمت کرد و نجیب الدوله شرفاندوز حضور اعلی حضرت احمد شاه گردیده از فیض تقبیل رکاب نصرت انتصاب به حکومت سرهند سرافرازی یافت و حکومت لاهور از التماس وزیر شاه ولی خان و هم به واسطه این که مردم سیک مصدر فتنه و فساد شده همواره طریق کینه و عناد می پیمایند به امرسینگ نامی از آن قوم مفوض گشت
چنانچه وی راه اخلاص شعاری و خدمتگزاری پیموده خود را از نظر به احسانی که وزیر شاه ولی خان در باب حکومت لاهور بدو کرده بود، امر سینگ بامیزایی می گفت الغرض اعلی حضرت احمد شاه پس از انجام مهام آنجا به قندهار مراجعت کرده بار سفر به مقر سلطنتش گشود. ذکر تعیین سرحد ترکستان متعلقه افغانستان با پادشاه بخارا و آوردن خرقه مبارکه. در سال 1182 هجری اعلی حضرت احمد شاه وزیر شاه ولی خان را با 6000 سوار از قندهار جانب بلخ و بدخشان که مردم آن دو ولایت عصیان ورزیده بودند نامزد فرمود و شاه مراد بی حکمران بخارا از این ماجرا آگاه گشته لوای معاونت بلخیان و بدخشیان افراشت. شاه ولی خان وزیر از این معنا به ذریعه عریضه اعلی حضرت احمد شاه را آگاه ساخت و او با لشکری آراسته از قندهار به راه هرات عازم بخارا شد و از رود مرو عبور کرده میمنه و بلخ و اندخود و شبرغان را لگدکوب سم ستوران نمود و وزیر شاه ولی خان را مأمور قندوز و بدخشان کرده خود روی به سوی بخارا آورد و شاه مراد بی با سپاهی آراسته به مدافعه برخاسته موضع قرشی را لشکرگاه ساخت. اعلی حضرت احمد شاه از حمیت اسلامی به جنگ نپرداخته طرح مصالحه انداخت و رشته صلح انعقاد پذیرفته حد فاصله مملکتین نهر جیحون معین گردید و به قرار رقمزد کلک بیان صاحب تاریخ سلطانی قرار داده شد بر اینکه خرقه لازم التعظم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم که به حضرت اویس قرنی رحمه الله رسیده و از وی به مرور دهور و تحویل سنین و شهور فیض وصول در بخارا موصول نموده در آنجا می بود نیز از سبیل تبجیل نزد اعلی حضرت احمد شاه گسل دارد تا درک سعادت زیارتش نماید. چنانچه شاه مراد بی خرقه مبارکه را به اعزاز هرچه تمامتر نزد اعلی حضرت احمد شاه فرستاد و او آن را منتج فتوحات غیبی و عطوفات لاریبی دانسته بعد از صرف نذورات و بذل صدقات از زیارت با برکاتش درک سعادت کرد و با خود برداشته در قندهارش آورد. ذکر حقایق خرقه مبارکه و اصح روایات و اوضح حکایات در باب این خرقه سید و سرور کائنات که خالی از خلل و عاری از زلل است، این که روزی به حضور فیض دستور اعلی حضرت سراج الملت و الدین که بانی این کتاب و حاکی این قصه با ثوابند، ذکری در میان و داستانی به میان آمده ذات میمنت سمات اعلی حضرت زبان درفشان را به تکلم گشوده فرمودند که آنچه از قصه خرقه انیقه به مسمع راستی مجمع ما رسیده این است که آن جامعه سعادت خودتامه را امیر تیمور با آنانی که فیض حفاظت آن گنجینه کرامت را داشتند از عراق عرب به ماوراء النهر آورده در سمرقند عمارتی برای نهادن آن برافراشته چندی از سادات صحیح النسب را به تولیت آن مقرر و قریه دهیبید را وقف و دخلش را جایگزین متولیان آن لباس جلادت اساس معین کرد و آن قبه منوره اکنون به خواجه خضر زبانزد روزگار و آباد و استوار است. چنانچه در سال 1297 هجری آن بقعه شریفه را به چشم خویش مشاهده و آباد ملاحظه کردم و یحتمل که پس از فوت امیر تیمور به توسط والیان آن ولایت که اولاد و احفاد امیر مذکور بودند با متولیانش به دارالشرف بخارا نقل و تحویل یافته و همچنین پس از چندی از آنجا نیز به واسطه یکی از نبایر آن امیر منتقل به بلده جوزون شده شاه بیگ خان ولی متولی باشی آن بوده و به امر امیرزاده‌ای که در آنجا آورده شده خارج از حصار شهر قبه‌ای برای آن بنیاد و آباد گردیده
بلده جوزون از فیض آن خرقه میمون موسوم به فیض آباد گشت و تا آن وقت که اعلی حضرت احمد شاهش در قندهار آورد در آنجا می بود. وی چنان به اعزاز و اکرام حمل و نقل داد که در هر منزل که خرقه را فرود می کردند رقعی به اسم صدقه مرقوم نموده به گردن اشتری که حامل آن در همان منزل بود آویخته رها می دادند تا که هر که بگیرد اشتر از آن وی باشد. و آنگاه که به کوهستان شمالی کابل واصل گشت بنابر ازدحام زائرین خرقه در هر مرحله 2-3 روزی درنگ کرده بعد آهنگ منزل دیگر می کردند تا که در کابل رسیده به موضعی که به فاصله 2 کروه جانب شمال غربی شهر و طرف شرقی علی آباد به دامنه کوه واقع است نهادند و از 7 الی 9 ماه در موضع مذکور بوده در زمان توقف متولی خرقه شریفه از کثرت هجوم زیارت کنندگان گاه آن را از صندوق برآورده بر زبر سنگ سیاهی واقع سمت شمالی فرودگاه می داشت. زائرین از اطراف آن سنگ به زیارت نایل می شدند. این منزلگاه با هر منزلی که خرقه فرود آورده شده اکنون به قدمگاه مردان موسوم است. در خلال توقف خرقه به کابل قبه‌ای به اسم و رسم عاریت در قندهار برای خرقه مبارکه به امر اعلی حضرت احمد شاه تعمیر یافته و خرقه را از کابل برده در آنجا امانت نهادند و کارپردازان پایه سریر سلطنت مأمور به تعمیر قبه بزرگی مخصوص خرقه و مدفن اعلی حضرت احمد شاه شده گنبد رفیع مشتمل بر 2 طبقه احداث و آباد کردند که طبقه اسفل به مثابه سردابه جای دفن شاه باشد و طبقه اعلا محل گذاشتن خرقه محبوب حضرت رسول الله. چنانچه اعلی حضرت احمد شاه را پس از فوتش در زاویه طبقه زیرین سردابه نما که خودش معین کرده بود دفن نموده خرقه را به جای مخصوصه اش نیاوردند مظنه این که به فتوای علما خرقه را از موضع عاریتش بر نداشتند تا بازیچه دست سلاطین نگردد و از جای به جای منتقل نشود. اگر نه چنین باشد در سال 1325 که اعلی حضرت سراج الملت و الدین به عزم سیر و سیاحت اطراف مملکت افغانستان از دارالسلطنه کابل حرکت فرموده وارد قندهار شدند قبر اعلی حضرت احمد شاه را به نظر فیض منظر به یک جانب طبقه زیرین گنبد مذکور مشاهده نمودند. معلوم و مفهوم گشت که گنبد مذکور بر طبق مستور فوق برای خرقه و مدفن اعلی حضرت احمد شاه هر دو ساخته شده است اگر نه می بایست که قبر او در مرکز دایره گنبد واقع می بود و حالان که در هر دو طبقه سفلا و علیا قبر و صورت قبر در یک طرف واقعند و این دلیل واضح می گرداند که گنبد مزبور برای خرقه تعمیر یافته است. فقط پس از حکایت این مستور کمینه چاکری به مقدار مؤلف این نامه یادگار مأمور تحقیق شده مکتوب 74 از مکتوبات میان فقیرالله شکارپوری نقشبندی رحمه الله را مطابق بیان اعلی حضرت ممدوح بلکه مثبت آن و مثبت این که خرقه مذکوره از حضرت پیغمبر است یافته درج کتاب نموده و آن این است که سایل از وی سوال مکتوب کرده و او جواب نوشته است.